خب بچه برای شروع سایه زدنش اول بیایم با پاکن خمیری این خط رو پاک کنیم که توی سایه زدن مشکل ایجاد نکنه. طراحیمون رو بچه ها، چون من الان به خاطر اینکه مشخص بشه یکم فشار دستم رو زیاد کردم، برای همین خیلی تیره شده، موقع سایه زدن زشت میشه. میایم خطا رو با پاک میکنیم که خطامون مهدتر بشه. خب میایم از تیره ترین قسمت شروع میکنیم به سایه زدن. خب این بالاش همونجور که تو تصویر داریم میبینید بالاش خیلی روشنه، برای همین ما هم با فشار دست خیلی کم میایم اینجا رو سایه میزنیم. بچه موقع سایه زدن من همیشه تاکید میکنم که هیچ وقت نیاین یهویی تیرگی رو ایجاد کنید. همیشه بیاین مرحله به مرحله تیرگی رو اجرا کنید. اگه دقت کنین اینجاش تیره تره، بعد میره بالا. بچه هیچ وقت نه اینجوری سایه بزنین، نه اینجوری کلا غلط. مداد اینجوری میگیریم، اینجوری سایه بزنین که خیلی فشار وارد نشه. یا اینجوری سایه‌مون رو میزنیم یا اینجوری، که البته اینجوری الان حس میکنم برای اینجا اینطوری سایه بزنیم راحت تر. دیگه اینجاهاش الان خیلی روشنه. ما هم با فشار دست خیلی کم میریم سایه‌مون رو میزنیم. خب الان من اومدم این قسمت بالاشو سایه زدم. بعد برای قسمت پایینیش اگه دقت کنین اینجا از تیرگی میره این طرف به روشنایی، یعنی اینجا برعکسه. اینجا از تیرگی اینجوری ما میریم این طرف به سمت روشنایی. هرچی دارم میرم به این قسمت که روشن تره فشار دستم رو کمتر میکنم.
خب الان این قسمت رو سایه زدیم، میایم قسمت پایینش. اینجا رو اگه دقت کنین خیلی اینجا تیره تر است، جاهای دیگه است. برای همین ما هم میایم تیرگی رو از این سمت شروع میکنیم که میریم این طرف. این قسمتش خیلی روشنه، تیرگی ها رو از این سمت میاریم اینجا. جاهایی که تیره هست و میایم فشار دستمون رو زیاد میکنیم، البته نه خیلی زیاد. بعد بچه‌ها یه چیزی، نقاشی رو سعی کنین که هر موقع که میخواین یه چیزی رو بکشین تو سایز بزرگ بکشین. وقتی تو سایز بزرگ بکشین هم طراحیش براتون آسان تره، هم سایه زدنش، همین که بهتر تو دستتون میاد. وقتی که کارتون کوچیک باشه هم طراحیش سخته هم سایه زدنش سخته. و همیشه بچه ها برای سایه زدنمون از مداد بیشیش استفاده کنید، چون خیلی خوبه، هم نرمه هم قشنگ میتونیم باهاش تیرگی ها و روشنایی ها رو در بیاریم. بچه ما اول میایم یک دست سایه با فشار دست کم این طرف میزنیم تا اینجا دیگه قطعش میکنیم. بزنیم به صورت رفت آمدی سایه میزنیم. خب حالا که یک دست سایه‌مون رو زدیم دوباره میایم از این قسمت دوباره سایه میزنیم. این کار رو اینقدر انجام میدیم تا به سایه های دلخواهمون برسیم، تا به رنگی که توی تصویر میبینید برسیم.
بچه اینجا خیلی باید مواظب باشین، اینجا خیلی حساسه، باید اینجا قشنگ حواستون باشه که دیگه از این خط طراحی که انجام دادیم خط رو دیگه جلوتر نرین و سایه نزنید. اینجا دیگه فشار دستتون باید خیلی کم باشه که این سایه رو اینجوری بزنید، چون این قسمتش روشنه. ببینیم فشار دستم کم، سایه ها به صورت رفت آمدی. بعد این جاهایی که الان لازمه بازم تیره ترشه رو تیره میکنم. این قسمت هم همینطور. بعد بچه‌ها نگاه کنین، بعد درباره سایه دادن باید بگید نگاه کنین. من الان سایه هامو از این طرف شروع کردم رفتم به این ور. دیگه من وقتی جهت سایه هام از این ور رفتم به این طرف دیگه نمیتونم بیام اینجوری سایه بزنم ها. نه این مثلا اینجا رو اینجوری سایه بزنیم بعد حالا پایینش رو بیاین اینجوری سایه بزنین. نه اینجوری کارتون کلا خراب میشه و زشت میشه. برای همین وقتی که یا کلا از این سمت شروع کنین سایه بزنین یا از این سمت شروع کنین سایه بزنین، ولی به هر حال از هر سمتی که دلتون میخواد سایه بزنین همیشه از تیرگی باید شروع کنین بیاین به روشنی. از روشنی ما پیش وقت نمیریم سمت تیرگی. همیشه سعی کنین از تیرگی برین سمت
روشنایی چون هم راحت تره، همین که فشار دستتون رو راحت تر میتونید کنترل کنید. میبینین اینجا رو سایه هامون دیگه اینجا قطع شدش. سایه ها رو همینجوری به صورت رفت آمدی میزنیم.
بچه دقت کنین، میبینین این سمتش تیره تره، بعد هی این طرف که میره روشن‌تر میشه. برای همین من دارم از همینجا شروع میکنم، تیرگی رو هی شارژ میکنم، سایه به مرحله. برای همین باید خیلی حوصله داشته باشین، بیاین مرحله به مرحله سایه‌هاتون رو بزنین و هی شارژشون کنین. بعد هی فشار دستتون رو زیاد کنید، فشار دستتون رو کم کنید. و بچه‌ها هر جایش که دیدین نیاز داره که تیره تر بشه رو بیاین تیره کنید. مثلا اینجاها به نظر من باید تیره تر بشه. حالا که این طرفمون رو سایه زدیم، تیرگی ها رو ایجاد کردیم و دیگه اوکی شد. حالا میریم این سمتش رو سایه میزنیم. برای این سمت دیگه باید فشار دستمون کم باشه چون این سمت روشنه. و بچه باید این سایه ها رو اینقدر ایجاد کنیم که این مرز رو از بین ببریم. بعد همینجوری سایه ها رو به صورت رفت آمدی بزنیم تا این مرزه رو از بین ببریم و سایه ها یک دست بشن. میبینید مرزه داره کم کم از بین میره، سایه ها دارن یک دست میشه. الان بچه ها من اینطوری سایه زدم، ولی شما اگه خواستین میتونید مثل این قسمت بالا که من اومدم یک دست سایه زدم، یک سایه زیر کار زدم، بعد اومدم اونو هی لایه لایه سایه زدم. شما میتونید اینجوری کنین یا میتونید مثل من اینجوری پیش برید، هر کدوم که راحت تری.
الان برای پایینش هم همونجور که میبینین اینجا تیره است و اینجا که هی میایم کلا این شکل اینجوریه، از تیرگی به روشنایی، تیرگی به روشنایی. بعد حواستون باشه که این دوتا رو با هم قاطی نکنیم. خب بچه ببخشید من حواسم نبود این ویدیو کات خورده بود و الان من اومدم دوباره دیدم این قطع شده، اومدم دوباره ویدیو رو از اول گرفتم. خب نگاه کنین الان اینجا شو که بهتون گفتم باید حواستون باشه که این قسمتش این پایینش تیره تر از این قسمتشه. ما اومدیم پایینش رو تیره تر کردیم. الان اینجا رو هم اینجوری میزنیم چون اگه این قسمتش هم دقت کنین سایه داره. خب حالا این طرف هم خیلی با فشار دست کم یک دست سایه میزنیم چون اینجا دیگه خیلی روشنه. خب بچه الان بیاین وقتی که کلا سایه زدی تموم شد بیاین نگاه کنید جایی لازم هست که تیره تر کنیم. مثلا آره من اینجا الان لازمه که اینجا رو من تیره تر کنم. خب حالا که سایه همون رو زدیم و تمام شد میتونیم هم با استفاده از دستمال کاغذی هم با استفاده از پنبه هم با استفاده از محو کنامون بیایم سایه هامون رو محو کنیم. برای جاهای کوچیک‌تر مثل اینجا از محو کن کوچیکمون و برای این جاهایی که بزرگتره از محو کن بزرگمون استفاده میکنیم. شروع میکنم با فشار دست کم سایه ها رو محو کردن. الان با استفاده از محو کن بزرگمون شروع میکنیم به محو کردن این قسمت ها. هرچند با دستمال کاغذی راحت تره، با دستمال کاغذی چون میتونیم قشنگ تسلط داشته باشید ولی خب با محو کنم خوبه.
بچه محو کنن دقیقا همینطورا. بعضی جاهاش نیاز داره که فشار دستتون رو بیشتر کنین، خب بیشتر میکنین. بعضی جاهاش هم که فشار دستمون رو باید کمتر کنیم، کمتر میکنیم. خیلی راحت. بچه ها میبینین من حتی محو کن رو هم به این شکل نمیام اینجوری بکشم محو کنم، به این شکل میام محو میکنم. اصلا توی سیاه قلم کلن اینجوری مداد رو نباید بگیریم واسه سایه زدن، کلن اشتباهه. الان مثلا اینجا تیره تره، خب من فشار دستم رو زیاد میکنم، بعد که میاد این ور فشار دستم رو کمتر میکنم. اینجا هم دقیقا همینطور، اینجا تیره است، پس منم فشار دستم رو بیشتر میکنم. بعد حالا یک دور هم میاییم با دستمال کاغذی دوباره محو کنیم، چون به نظرم هیچی دستمال کاغذی نمیشه، چون به نظرم با دستمال کاغذی یک جور دیگه قشنگ‌تر میشه. حالا برای این قسمتش که گفتم سایش رو مشخص کنیم هم میاییم با مداد اینجوری میکشیم و تیره تیره میکنیم.
اینجا رو هم دقیقا میای سایشو اینجا میکنی. خب بچه ها، حالا بعضی جاهاش که نیاز به پاکن دارن رو میاییم با پاکن فرچه‌ایمون مشخص میکنیم. مثلا الان اینجا باید پاکن بخوره، اینجا روشنه. ولی من الان چون دستمال کاغذی کشیدم اینجاش هم همینطور. بعد میایم دیگه دورش رو اینا رو تمیز میکنیم که کارمون دیگه تمیز باشه. خب بچه ها، اینم از آموزش کوزمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و حتما نظراتتون رو بهم بگید. خیلی ممنونم. خداحافظ.